امروز اومدم عجیب ترین آگهی ها رو توی دیوار بذارم. این یکی دیگه خیلی خیلی عجیبه. بچه کارهایی که امشب قراره بکنیم خیلی عجیبه. یعنی ببین ما الان توی شمالیم دیگه. خب ببین هوای شمال فقط 100,000 تومن. ببین هوای شمال رو میذارم توی دیوار فروش، قیمت 100,000 تومن. شما اینطوری کنی میخوره تو صورتت. و اینجا چیزای دیگه که برای فروش داریم یورو. البته یورو فیکه، یعنی مثلا شما بیا اینجا نگاه کنی عکس عروس داماد روشه، فیکه دیگه. بریم با هم اسکرین میگیرم. 1 2 3. خب بچه اومدیم توی دیوار و از محصولا عکس گرفتیم. بعدش اینجا میزنیم ثبت آگهی. ببین خیلی عجیبه. اول میخوام این چوب بذارم. یه دونه چوب گرفتم و یه دونم که اون پلاستیک هوای شمال، یه دونم فندک و یوروی فیک. اول اینو میذاریم، این هوای شمال. یه دونه دیگه عکس ازش میذاریم، فروشه. فقط خدا کنه دیوار از ما دیگه چیز نخواد. فروش هوای تمیز شمال، بهترین هواهای شمال، قیمت بسیار ارزان، 100,000 تومان. 100,000 تومان همراه با تخفیف 99,000. همراه با تخفیف 99,000 تومان. بعدی ببین این یکی واقعا عجیب. حراج فروش ویژه، مکانشو میذاریم. ویدیو نداره. قیمت مخدوع، توافقی. بعد اینجا بعدی ثبت اطلاعات. بچه ها اول این آگهیمون رو ثبت. هوای تمیز شمال. هوای تمیز شمال فقط 99,000 تومان. بچه اولین آگهیمون رو میذاریم. فقط خدا کنه، خب خدا کنه که پشتیبانی دیوار گیر نده، چون الان گیر میدن. شما همچی چیزی بخوایی بذاری. همچین چیزایی رو احتمال اینکه گیر بدن در صفحه انتشاره. خب تا این انتشار بشه بریم آگهی بعدی. بچه آگهی بعدی فندکه رو میذارم. فقورا خیلی سمه. فندک کلکسیونی. مناسب افراد تریاکی.
مثل افراد خاص. بهترین فندک میانه قیمت فقط 40,000,000 تومان. 40,000,000 تومان. دست علی دایی بوده و دست افراد معروف بوده. مثلا هر چیزی میخوای بذاری، بعدی خود دیوار پشماش میریزه. این چیه؟ کالای کلکسیونی. مکانش هم یه جایی میندازه. قیمت 40. بعد اینجا میذاری تمام میشه میره. بچه ها فندک رو گذاشتیم. فندک رو میری چرا مثلا شما میگی کلکسیونی، اونا واقعا باور میکنن، ولی مثلا اون پلاستیک رو بذاره فکر نکنم، چون مثلا محتوای چیز دیگه نگاه میکنم. ولی فندک رو گذاشتیم، فندک کلکسیونی. بریم چوبرم بذاریم ببینیم چی میشه. وای اصلا خیلی سخت. یوروها رو میذاریم. یورو اصل بس 4 عدد 500. 4 عدد 500 یورویی. بچه یورو چقدر قیمتش الان؟ واقعا بچه این کارا رو شما نکنید. اگر مثلا کرمتون میخوره اون فندکه رو بذارید ولی یورو نذارید، چون پول فیکه یه خورده گیر میدن. حالا ما اونو نمیذاریم، قیمت کار نداریم. مناسب با خاله بازی و کودکان دیدی بچه آگهی فروش هوای تمیز شمال حذف شد. من گفتم اصلا هر چیزی می‌نویسم چون پشتیبانی دیوار بررسی میکنه، میگه این کسخل رو نگاه کن، بعد نمیذاره. بله مناسب خاله بازی، مناسب رفت آمد، قیمت مناسب و اصل برای افراد برای همه افراد. بچه ها چیزی نگفتم که چه فیه. میتونی لذت. خب بعد اینجا بعدی رو میزنیم. کلکسیونیست که اسکناس، مکانتون رو باید بذارید. تایید اسکناس. قیمت 100. قیمت مخصوص مایلم. کیفیت در حد خوب. واقعا این کارا رو نکنید بچه، اصلا هر چیزی هست واقعا این کارا رو نکنید.
من اینو جهت فان شدن میگیرم و اصلا قرارم نیست بفروشم بهشون. حالا شما مشتری بچه ها یورو هم رد شد. توی موبایلم هم داره همینجوری پیامک میاد ولی فندکه شد. خب ببین چون یه چیز با مفهوم گذاشتیم شد. من میرم چیزای دیگر هم میگیرم میذارم، چیزای اصلا با مفهوم تر که این به ما گیر نده، چون 2 تا آگهیمونو از 3 تا رد کرد خداییش. این فندکه رو میذاریم ببین خداییش مشتری بیاد براش. برو بریم. خب بچه 4مین کالای ما که 2 تاش رد شد، 4میشو سعی کردم یه چیز بهتر بگیرم. یه دونه تسبیح حاج محمد کرجی کلکسیونی حاج محمد کرجی توافقی با تخفیف ویژه. واقعا یه آگهی های خیلی عجیبیه. چون باشه تسبیح که بعد داریم قیمت میزنیم. قیمت 12 1,200,000 با تخفیف ویژه 1,100,000. بعدی بچه ها یکی سر اون فندکی پیام داد. وای اینجا تایید زده بود. آقا اینو من درستش کنم. خب میزنی بچه ها این قسمت دیگه تو چت. خب یکی پیام داده تخفیف داره برای فندکه. واقعا نکن 40,000,000 تومان بگم برای شما 39. بذار چت کنیم. سلام برای شما تخفیف ویژه داره. دید پیاممون رو سیم کرد. بچه ویدیو رو تا آخر ببینید چون خودم رو نمیدونم چه خبره. داریم میخندی داداش. ویدیو یوتیوبه این چرا اومد یار. بچه بگو ساب کنن. بچه آشنا نیست نه همشون ویدیویی که ایدهش اومد تو ذهنم همین ویدیو بود و خواستم براتون ضبطشو بگیرم. امیدوارم عشق کرده باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو در کنار ما بودی. حتما این ویدیو رو لایک کن و چنل ما رو سابسکرایب کن. مرسی تا ویدیوی بعدی. بدرود.